طبق آمار رسمی که تو سال 2025 منتشر شده، ابتلا به سکته‌های مغزی و قلبی توی خواب از 5 سال گذشته 68% افزایش پیدا کرده. چند تا راهکار میخوام بهتون یاد بدم. اینا رو حتما ازشون استفاده کنید و بهشون هم توجه کنید و اینو به عزیزترین آدمای زندگیتون بگید و یادم بدید که خدای نکرده توی خواب دچار سکته قلبی و مغزی نشن. هیچ وقت تشنه قبل از خواب نخوابید. حتی اگه تشنه هم نیستید یه لیوان آب بخورید. به اطرافیاتون هم بگید وقتی خور و پف کردین حتما صداتون بکنن، چون نشونه کم رسیدن اکسیژن کافی به مغزه. به هیچ عنوان قبل خواب دوغ یا غذای پرچرب نخورید. قبل خواب اگر بسیار عصبانی بودید یا استرس زیاد داشتید، خوابتون رو به تعویق بندازید، چون باعث اختلالات شدید روی مغز و اعصابتون میشه.